عزیزانم، میدونید این چی کارخانه است؟ وقتی که من به اینجا در آمدم و از خودم شرم کردم. در این کارخانه تنها نابینایان کار میکنند و ما آمدیم با اینها صحبت کنیم. شاید نفرانی که دست و پای سالم دارند اما حوصله کار ندارند ببینند تا ناموسشان بیدار شود. ای کاش. یعنی تمنیات همه شما همین است که طریق رادیو فوتبال داده شود تا که شما هم شنوید، آگاه بشوید. همین تلویزیونش نبوده اینو شنید، تلفن بوده، تلویزیون داشته، تلویزیون هم میونه اونجا گوش میکنه ببینید. لبانم گرچه خندان است، لبانم گرچه خندان است، ولی چشمانی کم دارم، ولی چشمانی کم دارم. علم دارم، علم دارم، به دل گردابی غم دارم. ما در اساسیاسیون نابینایان شهر خوجند قرار داریم و همگی در ولایت سوخت 493 نابینا است. به نام خدا برنامه را شروع کردیم و السلام علیکم. مانده نباشه. ها رحمت سلامت. شما چی نام دارید؟ من عثمان جان حسنوف. بسیار خوب. چند سال می شود که در اینجا هستید؟ حاضر من 41 سال کار میکنم. 41 سال در اینجا کار میکنم. 16 سالگی من اومده من. شما 16 سالگی اینجا اومدید؟ چند سال می شود اینجا کار میکنید؟ 50 سال. 50 سال اینجا؟ همینجا کار میکنم. من 24 به 50 سال میشه خدا خواهد. عجیب عجیب. کار با شما پسند است، معقول است؟ هر کی معقول هست که کار میکنم دیگه. چند فرزند دارید؟ 3 تا. 3 فرزند. نبیره چی؟ نبیره خدا شکر 10 تا. 10 نبیره دارید. خوش به حال شما. 10 تا. خدا شکر که. Шмо гуфте Сталин дал интервью, и я не буду давать интервью. Почему так? Потому что он не любил показывать себя как показуха, поэтому. Вы же не Сталин. Я правнук Сталина. Да. Ами хефте шухи мекунем гапаросташ авалаш инки рахмат ҳамаи моро назарба гирифта мисол дарди дили мо фаҳмида истодтон. Ман ҳам аз соли 1989 кор мекунам ҳаминҷа. 10 سال طول 10 سال من در اینجا کار و فعالیت میبرم. 10 سال میشود که اینجا کار و فعالیت میبرید؟ بله. بسیار خوب. چند فرزند دارید؟ شکر الله صاحب یک گل دخترم. زیاد است. 30 سال. 30 سال شما اینجا کار و فعالیت میکنید؟ 30 سال میشه کار و فعالیت میکنیم در این کارخانه. بسیار غیر از این کسب باز یگان کسب دیگر داره؟ ها باز داریم کسب. چیگاه؟ کم کم معرکه ها خدمت میکنیم. چگونه خدمت؟ کرنه مینازیم. شما کرنه مینازید؟ بسیار. بازی کرنه تون نآوردید اما؟ نه راستیگه نآوردیم. خیلی خدمت میکنیم. چند سال میشود اینجا کار و فعالیت میکنید؟ 31 سال است. 31 سال شما؟ 31 سال است. از سال 1997 تا حاضر 2024 27 سال پورا. 7 سال پورا. بسیار خوب بسیار خوب. راستی طرز کارتون دیدیم بسیار تیز، بسیار با مهارت، یک عجیب. с вами на русском? Не, тоджики базу таджики. شما روس یا تاجیک؟ Не, ма тоджик. تاجیک؟ من فکر کردم که شما روس باشه. گفتن که с вами на русском. Не, тоджик ма. شما همسرشون؟ همسرشون. بسیار خوب بسیار خوب. شما چند سال باز از در اینجا کار میکنید؟ من از سال 1989. 89 شما اینجا کار میکنید؟ من تو روزه کار میکنم اینجا. های کار چه خیلی به شما پسند؟ کار ناست، همش ناست کار. خدا و شکر به کار میکنیم ما. راستی اولین باری که من اینجا وارد شدم برای من بسیار یک غیر عادی بود. با چه خاطر بود؟ با اون خاطره که وقتی که مهنت شما رو دیدیم، زحمت‌های شما رو دیدیم که در جامعه می‌بینیم بسیار نفران هستند که سالم هستند، دست و پا دارن، همه طرفه جوان هستند، قوه دارن، اما چی نه حوصله کاری دارن، نه خوشی کار دارن.
ва вақте ки шумоҳоро мебинем ки ин қадар бо як қувва, бо як энерҷӣ, бо як ҳавас, бо як табассум кор мекунед, ростӣ ин як чизи дигар аст. мегуфт беҳтарин кор кадом кор аст? беҳтарин кор ҳамон коре ҳаст ки дар ӯ муҳаббат бошад. агар кор бигзор вазнин бошад, агар дар ҳамон кор як зарра муҳаббат бошад, он кор барои шумо як ҳатто намефаҳмед. як порчаи вай мегуфт умр агар хуш гузарад, зиндагӣ хизр кам аст, ва агар нохуш гузарад, ним нафасаш бисёр аст. зиндагии хизр чанд сад сола буд. мегӯяд агар ки хуш гузарад, намефаҳмӣ ки чӣ гуна гузашт. агар нохуш гузарад, масалан ҳафсалаи кор набошад, танбалӣ бошад, дигар намедонӣ ки рӯз чӣ гуна гузашт. از زاده خود ستم نبینی آچم، در زندگی روزی کم نبینی آچم، در زندگی روزی کم نبینی آچم. خسته نباشی. السلام علیکم. در یک روز چند میگونه خالتاچه میبروید؟ تا 3000 در یک روز. اینها رو برای میدوزید. برای چی استفاده میبرن؟ اینا برای وای انداختن چیزای البیکو من خلق چیزای مرغی و سامبوسا و انا خلق چیزا پیراشکی سامبوسا البی انا خلق چیزا رو استفاده میبرن. چند سال میشود که اینجا کار میکنید؟ همین سال 3 سال میشود کار میکنم. 3 سال میشود. چند فرزند دارید؟ 2 فرزند. هر دوشون پسر محمد و مصطفی. هر دوشون پسر؟ محمد مصطفی. محمد مصطفی. حاضر وظیفه شما وظیفه وکس دختر نه؟ وظیفه شما من خیلی قط کردم ایتیام برابر کرده و یا میدوزم. شما کم هم باشد میبینید ها؟ ها نه میبینم کم خیلی وای میکنم. دوستم واشته بوده. همین یک سال شده میخشتم. از این معلوم میشه اگر 3000 تا دوزانه شما 3000 ورق خط میکنید. 3000 اضافه خط میکنم من. از شما چند هزار خط میکنید؟ یک روز بعد 4000 خط میکنم. 4000 خط میکنید. خسته نمیشوید؟ مونده نمیشوید؟ نه نبرد. کارتون دا شما پیسن؟ کارم است خدا شکر. غیر از این بود یکون کسب دیگر داره؟ اونجا بود سیخ کلمبیا هم کار میکنم. اینجا هم سیخ کلمبیا چی کار میکنی؟ اونجا هم پادرزیدنیک میکنیم. پادرزیدنیک. اینجا دور شود اونجا میپرویم. چی آرزو داره؟ همین بچه هم کلان شود، خانانم خانه بدر کنم، همین با ایمان و با انصاف کلان شود حدشم. این خواهرک ما از هر دو پای محروم است و بر زمین این نگاه نکرده چقدر شکرگزار بود. خدا نگهش دارد. چرا گریه میکنید؟ چرا غمگینید؟ پیش از در اومدن بسیار خوشحال بودید، با قوه با وای کار میکردید. از زندگی چی امید داره؟ همش نفس خدا به شکر خداوند همه به رزق و روزیش میدهد. همش به شکر، هیچی تنقیصی ما نیست است. همش نفس. اما شما برای کار؟ احمد چی آرزو داره شما؟ آرزوی همین تاجیکستان آباد باشد، اینجا امانی باشد، همه بیمارا شفا تیاد. همین آرزو پدری من دیدم در قطار کار زنده باشن، در سلامت آگاه باشن. آرزوی من همین. خسته نباشید. السلام علیکم. رحمت من جان رحمت. چه نام دارید شما؟ من عبدالله جان نام دارم. خوش به حالتان. وظیفه شما چی است؟ چیکار کرده ایستاده‌ای؟ همین پردازنده که سبیرات کرده شروع میزنیم ده. یعنی با هم پیوست میکنید و شروع جا میکنیم شروع بشه.
چند سال می شود که شما کار میکنید؟ من زیاده 40 سال ایسی همینجانم معلم جان. 40 سال شما در اینجا هستید. خوش 40 سال ایسی کار کرده شدیم. عجیب. کار به شما پسند است؟ خسته نمیشوید؟ نه خدا و شکر همین کار هست معلم جان. ما همینجا عمده آزادانه یک ما که صحبت کرده همینجا رفت آمد میکنیم. آدمی نابینا خانوش نه زیق میشد معلم. زیق شدن بعد هر خیل بیماری ها میشد. هم به همینجا سه روز همینجا عمده مهنت که میریم ما و همین خورسندی. عجیب. این بچه ها که صحبت کرده همینجا وقت ما گذرانده. چند فرزند دارید؟ لبای چند فرزند دارید؟ 2 تا. 2 فرزند. فرزنداش همش خانه بدر کردگی. میخوای به همین مهنتی حلالتان. خدا و شکر. خوش به حالتان. همین در جامعه ما بسیار تنبلا هستند، یعنی تنی سالم دارن، جسم دارن، همه طرفه اما کار نمیکنن. شما چی گفتنی هستید برای آنها که شاید ناموسشان بیدار شود که آدمی بیمار قدر بیمار میرسد معلم جان. آدمی صحت قدر سلامتیش به نمیرسد. اما سلامتیش باشد کار کردنش کار، زندگیش گذراندنش کار، برای آباد زندگیش کار کردنش کار. هم بعضی حیران میشن بچه ها و سلامتی جاشند دست و پاچکه چشمش های بینا کوچک میگردد کار نکرده زندگیش پیش نبرده. ماها و کار باشد دقیقا دکانی کار رو عمده میگیری. آرزوی ما همین کار بسیار شود همینجور بیم همینجور اولشت گردیم. آرزوی ما همین. باز نگاه کنید که گپ سری آرزو رفت، هیچ کسی نیست که آرزو نداشته باشد. همه آرزو دارن. شما شخصا چی آرزو دارید؟ چی امید دارید؟ آرزوی ما اولش که رسپوبلیکا تیج باشد. همه جا تیج باشد همه چیز میشد معلم جان. تیج باشد کارم میشد، آبادی هم میشد. آرزوی ما همین کار شود، تینجی شود، زندگی پیش رود. آنها وقتی که من به نهار گرفته است مثال میبینم وای میکنم من نابیناها کار کس آسپته از خودشان من دلشان بر رحم انداخته من کار کنن مهنت کنن. من فکر کردم میگید که از ما را دیده از خودشان شرم دارن. شرم دارم. ما هم من مهنت میکنیم، اویلمو بوده میخورانیم، خودمو من زندگان ما پیش میبریم. کسب دیگر اکنون من دادرم من من وای چه میگود من می جای پبل که سفید میکند ریمو میکند وقتی چشمم نبیندم من گرفته میبرد من یک جای ایستاده نسوزدم میکنم. همین کار ما همین یک وقتی خالگیم به اکو زخم نشوید گفته گرفته میرد من می جایم اما حکم کردم و تعمیر کردگی. من بسیار مهنتوی مول کردگی. تخم بوده دومو میفروختم. من محصولات خودمو پریشیبکه میبردیم و یا گفت بازار بوده میفروختم. اشغال زندگانی پیش وای میکردم ده. با تماشابینان چی گفتنی دارید؟ با تماشابینان میگم که همین موی هم تقدیرها باشن خانون نشینن. مرامت من جو بیان کار کردی تعمیر کنن. ما وشوی ناز گیرن زندگانشان نقش شود. خدا نگهبانت. هر رحمت جان برکه اوله. شما در یک روز چند قاب میگن یا لینگه گفتن قاب چند قاب میبرید؟ 5 تا 6 تا هرخه. شما در یک روز چند قدر میبرید؟ در یک روز 10 لینچه. 10 لینچه. از همه زیاد از این معلوم میشود ها؟ شکر الله. بازید بسیاری ها 4 گفتن 5 گفتن از این معلوم میشود که شما 2 برابر آنها کار میکنید. بله. بعد معاشتان زیاد میکنه هم؟ شکر الله. چند سال میشود که شما اینجا هستید؟ 10 سال. طول 10 سال من در اینجا کار و فعالیت میبرم. بسیار خوب. چند سال میشود شما اینجا هستید؟ 3 سال.
3 سال میشود. وظیفه شما چیست؟ چیکار میکنید؟ وظیفه ما همین کارهای قشکده 3 مریض میمونیم. در یک روز چند دانه میبراره تخمینا میدونید؟ Так, 4 пачка میبریم، 4 بلوک. 4 بلوک در چند قدر میشده باشه؟ 80 دون، 80 تا داته ایمون همین. همون جوانای تنبل چی گفتنی داره؟ از بیکار خدا بیزار گفتگی. حرکت کنن زندگیشون پیش برن، اویلاشون، فرزنداشون با مهنتی حلالی خداشون زندگیشون پیش ببرن. من و ما همینجا کار میکنیم، مهنت میکنیم، با همین فرزندای میخورونیم، زندگی پیش میبریم. شما چی آرزو دارید؟ آرزوی ما همین که تنجه امانی باشد، کارخانه پیشروی باشد، کلانداوی رحمت هماشون به. پیش از همه من به عزت نفسی هیچ کس نمیرسم. خیلی حواله به وجدان خودشون. دوست تبروار، دشمن شکروار. بعضی ها به نمیفورد گپی حق. پس بگوید تو که بشنوند. بسیار هستند مثلا خانم زنهایی که نمیخواهند کار کردن یا که عموما دیگر کارها رو پیشه میگیرند که نه به جامعه فایده دارد نه به ایمان. برادر جان، به هر یک انسان الله مهربان انصاف و توفیق عطا فرماید. خودشان میدانند. آرزوی من همین که پیش از همه دولتمان تنج باشد، آرامی باشد. همه مادران صحت و سلامت، سر بلند باشند و فرزندم رو میخواهم که صاحب معلومات کنم، به خدمت خلق و وطن صادقانه خدمت کنم. از چندم کورس میخونم؟ یکم کورس. با مادرم یک جهانم، به مادرم هیچم. خوشبختانه خود مادر باشم هم در نزد مادرم من کودکی ناچارم. یک تا فرزندم خونه به رشدگی گویی اکن مبلغ نیست که بولوش پوشیده برود. هم با بناگو شمون یکون وای کرمیتون تو می یوردم دوده یکون وای کده. برای بولوش پوشوندن ها. برای این چی لازمه؟ شیفی رو هم خیلی چیو یا که چی؟ اکن بولی خونی بچه می پوشد تمام خیلی پوشتگی نه هیچی پوشتگی نه. دیوارش هست دیوارش؟ برودگی فقط که اکن پوشیدن با وای نیست، شرایط نیست.
حتما خدا خواهد میبینیم زنی بو وای گوید من خیالم یکم قرآن و خونم گویم میگم من خیل اکن دیده نمیتونم خونده نمیتونم یکم خیل من خیل کتابی وای هایگو برایلی برایلی نه تو میخونه تو مونی دیگر همه خیلی وای کلی میشن بناکو کتاب هایی که روچکه دارن من خیلی شد ویش از مو خدا خواهد یک تخرم گویم اکن وای دیگه گویم خیلی وای نکنی دو بعد از روی او چی گونه شما بعد شرایط نیست گوید همون خردم با بعد از روی چی گونه شما می آموزید خیلی همون سوره های همون یاد گیرم مو وای کنم خونم میگم دیکن همین شما برآمد میکردید فقط آرزو میکردم که همین آدم که یک بار هم صحبت شوم گفته شما میشناسید و هو من گوش میکردم شما میشوندم من میگفتم الهی همین آدم من با مشرف کردم همون آدم که من یک صحبت کنم گفته آرزو میکردم اینو ببینید که الله مهربان شما رو خداوند رساند الله و چی نیتون یک کنید دیگر الله مهربان میرساند خلاص چند سال میشود که شما در اینجا کارو فرق دارید سال 86 است 1986 86 زمانه که ماها نبودیم نه من بودم نه نوار بردار بود سیوز همین چی آرزو دارید شما؟ آرزو دارم که همین کارخانه پیش بره کار بسیار شود کار پیش بریم مهنت کنیم وقتی جنگ 91 92 93 بود همون روزا بود که مانده نانمون نبود همین ما همین دور به خدا رو شکر کردم ما در کار همین مثلا میبینیم کار به تینجی و امانی آرزو نداری شما؟ آرزو دارم چرا؟ آرزو دارم همین تاجیکستان رو به پیش روند همیشه سربلند باشم آرزوی من همین که بگذار تنها ما سیاه شده کار کنیم همین زندگی ما پیش بریم همین آرزوام همین آرزوام از این کسب و یکون کسب دیگر دارید؟ نه کسب دیگر ندارم همین چی کار میکنم ما گنجاری ما کار به نمیگیرم چون این نابینا که ما کار به نمیگیرم همین چی کار میکنیم گویز مثل دانش قهین عصب میرن دخترها میگویند که عصبتان آرام شود بعد گویزتان شندنش نرم شود میگویند و با عصب آرام کنید ده البته برای عصب آرام کردن فرزند خوشبخت شود مثال نگاه کنید اصلا میگود که دلی مادر به فرزند دلی فرزند به کوچه میگود یعنی که اگر که در بابت رزقشون شما فکر کنید دانید که رزق خدا میده حتی پیش از به دنیا آمدنی ما اگر گپ سری تقدیر هم رود چنین پس اگر دانید که همش دست خدا باشه پس چرا زخم میشوید خودتان چون این سلامتی برای شما امانت است شما پس از این معلوم میشود که به این امانت چیکار دارید و خودتان رو خراب میکنید الله همه را نگه همه رجای نگه از الله طلب میکنم که الله رجای نگه کبد قبول کند در قطارت منم خب برای کار شما با هزار رحمت شما و هزار رحمت خیراتی کردگیتان الله به درگاه قبول کند شما بتونید صحت خاطری جمع و دل بیغم خدا و این سیاش ولی دست قطعیه فقط پست و بلندی دارد این پست برای که برای این یعنی خیلی میشه برای نقاطیدنش خیلی پست و بلندی که دیگه شخمتش خیلی توچک میشه این هم بماند یه خطای برایلی بود همین خیلی همین دست قطعی هم به بینی مونوبینونده چمپیونلوی جهان اوید به نمود ششک شخمات هستیم این یکی از ورزش‌های معمول اینش فهمو اکن چگونه فهمیده میشود سفید رو از سیاه جدا کردن فهمیدید؟ این هم از این معلوم میشود که این سیاه اینش سفید سیاه هیچ چیز ندارد سفید باید کرولا باید همین صاف فهم کنم اینجا حاضر من دوست اینجا سیاه اینجاش باید سفید امروز کسی محرمی اسراری کسی نیست ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست هر مرد شتردار
اویسی خرنی نیست هر شیشه گل رنگ حقیقی یمنی نیست هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد هر احمد و محمود رسول مدنی نیست بر مرده دلان پنمده خشم آزاد раҳмати калон дамирҷон ҳамдамов барои хайратон барои макарон биринҷ орд рӯған гречка қанди сафед набод ки барои нобинои мо хайр кардед худо хайри шуморо қабул кунад раҳмати калон барои дастгирӣ جوی کی برادر با برادر نکند را بگونه برای تو برادر شدنی نه من خواهش دارم که همین ما میدانیم که همین چمپیونات آسیا و تاجیکستان بسیار خوب برآمد کردن یک و 4 فینال برآمدن همین این افتخار ملت ده رحمت برای شیر بچه ها یکان تا همین و ما همیشه وای که پیش همین دور ایسر بود تلویزیون همین reportaj میکردن و یا ترانسلیاسyon میکردن فوتبال یا همین نابینا گوش میکردن ده همین تکلیف ما همیشه همین شوناش ممکن نیست همین برای شما تشکیل کنیم برای همین رادیو طریق رادیو همین لیوا چمپیونات تاجیکستان بازی میشه همین ریپورتاج کنن بسیار خوب میشه تلویزیون این فهمانتر نیست یا نه تلویزیون چون که ما نمیدونیم برای نه بعضی تلویزیون شاید نیست برای نابینا بعضی همین رادیو هم گفتم بولی باید هم میشینند رادیو که بهتر رادیو یعنی تمنیات همه شما همین است که طریق رادیو فوتبال داده شود تا که شما هم شنوید آگاه بشوید همین حتما و شما رو با فدراسیون فوتبال میرسونیم حتما مثلا من به اکانی بودم تلفن میکنه دعوت میکنه فوتبال دیدیم اگه وای که صحبت میکنیم ما شما با بین خود وای میکنه و ابسوجدار میکنه اینو وای هم دوستشون های کنی بودم من یعنی بچه‌ها تلویزیونش نبود اینو سونی تلفن بوده تلویزیون داشت تگه تلویزیون را میونه اونجا گوش میکنه گوش میکنه همینید شون من خامدام من حاضر من اینجا حاضر بودم یک کس من چمپیون جهان اوید به نمود شахмат بین مایبو شد خوانجی خطوبه سموی اکتبر از مشروع میشن سونی این کسی دوستشون های همدام جون و دوستان همدام سوراب این کس هفتم جوی گفت چمپیونی چندین کرتی جهان اوید به نمودی